صدا بشه ایرانی هر کدوم از این کرکترها کی بوده؟ پرتیکرز. اولی خر شرک، کلبش کوشی که از سقف شب میچیکه. استاد مهرداد رئیسی. بعدی خود شرک. ببینم پدر فیونا برای این کار بهت پول داده؟ محمد رضا علی مردانی. بعدی باب اسفنجی. گری من نگران بختاپوسم، 2 هفته است که از خونش بیرون نیومده. محمد رضا سولتی. بعدی پاتریک. میبینم صدای مدیر همبرگر فروشی چرخنگ تو داره میاد. ابراهیم شفیعی. بعدی پاندای کنفوکار. یه چیزی خوردم هنوز سر دلمه، متاسفانه روی کن. حامد عزیزی. بعدی تایلاند. تایلاند زنده است و هیچ کس نمیتونه صد راهش. هومن خیاط. بعدی سوباسا. بچه‌ها خیلی دارن سعی میکنن، منم باید یه کاری بکنم. خانم نرگس فولادوند. بعدی کورالین. مامان انگار که واقعی بود. تو واقعا تو نبودی، تو اون یکی مامانم بودی. خانم ساناز غلامی. و مورد آخر رنگو. چه خوب که پرسیدی. 2 تا نمایشنامه با یه کاری موزیکال. استاد مرحوم چنگیز جلیلمند.